بسم الله الرحمن الرحیم. صفت وضو یعنی طهارت نمودن. اولا پیش از آنکه که ما صفت وضو رو بیان نماییم، انسان دانسته بگیرد که صرفه‌کارانه استفاده بودن آب، چگونه که در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که با یک سا تقریبا 3 لیتر آب غسل میکردند و با یک مود تقریبا 600 گرم آب طهارت میکردند. انسان باید صرفه‌کارانه آب را استفاده نماید تا اینکه در آن اسراف را به خود روا نبیند. بسم الله. هنگامی که مسلمان اراده وضو گرفتن را نماید، باید با قلبش نیت نماید و با زبان نطق کردن آن روا نیست، چون با زبان نطق کردن آن را کسی بر ما توصیه نداده اند، از جمله رسول صلی الله علیه و سلم، صحابه و کسی از تابعین تبع تابعین این را نکرده اند. در ابتدا سنت است که انسان نیت نماید که محلش قلب است. سپس بسم الله گفته کفان دست خود را تا بجولک 3 مرتبه بشوید. سپس انگشتان دست خود را یا که نزد ناخن ها را، بالای انگشتان را، اینجاها را باید بشکند، یعنی خلال نماید. مبالغه نمودن در مزمزه و استنشاق. سپس باید انسان در دهان بینی خود آب را داخل نماید. مزمزه یعنی در دهان آب را گرفتن و استنشاق در بینی آب را گرفتن می باشد که هر دو را یک جا انجام دادن، به یک آب گرفتن در دهان بینی آب را اندازد و برارد، این سنت است. مزمزه استنشاق را 3 بار انجام دادن با یک آب، یعنی که آب را یک بار میگیری و هم در بینی هم در دهان داخل میکنی و باز میبراری، با نفس از بینی آب را میبراری، این سنت است. سپس رویش را میشوید که شستن روی این رکن از رکنهای طهارت است، چگونه که الله فرمودند اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، هنگامی که به سوی نماز برخاستید چهره های خودتان را بشویید. این رکن اولی از رکنهای طهارت است. رویش را میشوید. یک بار شستن رکن است، فرض است، و 3 بار شستن این سنت است. محدودیت روی باشد از دمیدن موی سر تا نرمی گوش راست، از این نرمی گوش راست تا نرمی گوش چپ، و از بگیم که از دمیدن موی سر تا زیر منح می باشد. این از محدودیت رکنی شستن روی. سفیدی که بین ریش و گوش است، اینم در چهره داخل می گردد. و سپس اگر انسان ریش داشته باشد، ریش خودش را خلال می کند. و طرز خلال نمودن ریش این است که انسان آب را در دست گرفته، در پنجه خود آب را گرفته، با انگشتان خود داخل آن را می شکد، مثل که شانه میکنی انمیگونه می شکد، این را خلال می کند اگر ریش غفص باشد. سپس دستان خود را تا آرنج 3 بار می شوید که اینم رکن از رکنهای وضو به حساب می رود که الله فرمودند فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، و دستان خود را تا بجولک تا آرنج بشویید. تا آرنج شدن آن این رکن است همچنین. و سنت است که این دستان تا آرنج 3 بار بشوید. یک بارش رکن است، فرض است، و 3 بارش این سنت است. و آرنج دست ها را تا پیوندک شستن حتمی و فرض است. سپس تمام سرش را محض میکشد. تمام سرش را محض میکشد که این فرض است. یعنی از دمیدن موی سر آب را گرفته، از دمیدن موی سر محض کشیده، زیر سر خود برده، پشت سر برده، باز به طرف راست برمیگرداند و سپس با انگشتان خود با باقی مانده آب داخل گوشهای خود را محض میکند. سپس قدم های خود را تا بجولک میشوید که این فرض است. تا بجولک فرض است. سنت شستن قدم ها از طرف راست در همه موضع ها از طرف راست شروع می نماید. 3 بار سنت است، 1 بار چگونه گفتیم فرض است. و همچنین هر دو بجولک را فراموش ننماید در قدم را شستن. و همچنین داخل انگشتان پای را نیز خلال کردن، اینم یکی از سنت ها است. فقها می فرمایند که از انگشت پای راست شروع نموده، از انگشت خردی همین خیل رفتن میگیرد. به خاطر مشقت را از خود دور کردن، با انگشت خرد دست راست پای راست را از پای راست شروع میکند، با انگشت چپ پای چپ را. اگر با یک انگشت اگر همگی را انجام بدهد، با که هم
ندارد. اگر بعضی از موضعهای دست اگر قطع شده باشد، بقیه دست رو حتما تا آرنج میشوید. اینجوری اگر پای، اگر انگشتان پای که بعضی از موضعهای پای اگر قطع شده باشد، بقیه پای رو تا بجلک حتما میشوید. یا اینکه بعضی از محل گوشت اگر قطع شده باشد، بقیه رو حتما شستن لازم است. اما اگر تمامی اگر که دست اگر از تا آرنج اگر قطع شده باشد یا که پای تا بجلک قطع شده باشد، دیگر شستن وای برای انسان فرض لازمی نیست. یعنی از وی بالاتر دیگر شستن برای انسان دیگر لازم نیست، چون شستن اساسی حتمی این تا موضوعی که الله بیان کردگی است ذکر کردیم. و سپس بعد فارغ شدن وضو، ذکر ورود شده که رسول صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم دادن، این ذکر رو میگوید که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این گفته به همین به اتمام رسد وضو.